چطورین همگی؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز تو این ویدیو قراره که با هم دیگه پالیا یاد بگیریم. پس بزن بریم. خب تصور کن که توی بازی میای به یه روستای جدید و به کمک اهالی روستا اولین خونت رو میسازی، اولین باغچت رو میسازی و گل و گیاه پرورش میدی و حالا با محصولاتت غذا میپزی و حتی دوستاتو دعوت میکنی به خونت و با همدیگه غذا میخورین. بعدش میرین شکار و توی ایونت های جزیره با هم شرکت میکنین و کلی خوش میگذرونین. بله، این دقیقاً گیم پلی پالیاست. تو این ویدیو من اومدم قسمت های مهم بازی رو بخش بندی کردم و قراره که از ساخت کاراکتر تا ساخت خونه و اینکه تو بازی چه کاری میتونی انجام بدی و بهت کامل توضیح بدم. پس اگه تو هم به این گیم علاقه‌مند شدی حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کن. خب اولین کاری که نیاز انجام بدیم اینه که همینطور که این تصویر رو میبینین، این اسکرین رو میبینین، ما نیازه که اکانتمون رو لینک کنیم. شما باید اول برین تو سایت پالیا یه دونه اکانت بسازین که وقتی رو این گزینه کلیک کنی سایت پالیا میاد که تو اینجا میتونی کاراکتر خودتو بسازی. بعد برمیگردی به خود صفحه اصلی بازی، ایمیل و پسوردتو وارد میکنی و لاگین میکنی. خب برای اینکه مرحله رو کامل نشون بدم بریم که یه کاراکتر بسازیم و بریم تو بازی. خب بچه‌ها همینطور که میبینی من اکانت رو لینک کردم و الان باید کانفرم کنیم بریم مرحله بعدی. پلی. خب اکانتم رو لینک کردم و حالا بریم مرحله بعدی. Now where should I start? واه، واقعا خیلی خوشگله. من یاد اولین روزی میندازه که پالیا رو شروع کردم. چوز بادی تایپ که خب من فکر میکنم چون این بیشتر به خانوما میخوره من اینو انتخاب میکنم. اوکی، بادی تایپمون فیمیله. بذارینم اینو، این مرده اینم خانومه. کانتینیو. بچه ها رسیدیم مرحله اصلی، یعنی برای من اصلی ترین مرحله همینه، اینکه کاراکترتون رو بسازیم. خب من اونجایی که یادم نمیاد دقیقا رو کاراکتر مینم چیا ساختم، بر همین فکر کنم اینو میذارم. خب اینجا میتونی رنگ پوستشو واسه خودت درست کنی. چشام دوست دارم رنگش صورتی باشه. یاسی هم خوشگله ولی صورتی میذارم. یوهو. Hey. هی هی یی. اینا بکنم صدای مردونشه. 1 تا 5 یعنی صدای خانوماست. بکن صدا این صدا بچه بود. خب یوهو، من اینو میذارم. همشون خوشگل تره. خب پس فیسم شد این شکلی، چشام شد این رنگی. اکچولی بنفشم خوشگله. این بنفش آبی داره، مشکی مثل خودم، مو مشکی، چشم مشکی، نمیدونم. اکچولی میتونم اصلا این خودم بسازم ها، اینجوری باحال‌تر میشه. خب چشام مشکی، البته یه کوچولو آره دیگه قهوه‌ای تیرست، مشکی، موهام صدا بکن من این باشه. بذار همین رو بذاریم. خیلی دوستم بدونم این صدا چجوریه. وایس 5. خب پوستمم این بوی فیسم عوض کردم نه. خب پوستمم یه کوچولو گندمیم. این میشه تقریبا. I don't know. اینو میذارم. خب بچه ها میرسیم به قسمت بعدی و البته که مهم، حتی مهم برای بیشتر مهم برای دخترها، چون دیگه بالاخره مو خیلی چیز مهمیه. ببینم موهای من چه شکلیه. خب پس ما رو این سبکی میذاریم. رنگ دوشم مشکی میذارم. میتونم اینو بذارم، این باحاله. من چون دامن خیلی دوست دارم اینو میپوشم. و رژ. اوکی، احتمالاً یه رژ خیلی قرمز. واه دقیقاً رژیه که زدم. البته یه کوچولو کم رنگ تره فکر کنم.
اینه. خب بچه بخوام یه توضیح بدم راجع به اسما، اینه که این چیزی که این بالا میبینین دقیقا آیدیتونه و اسمیه که به پلیرها نشون داده میشه. پس خیلی مهمه که اسمی که میذارین یه اسم ثابته و دیگه نمیتونین عوضش کنین. یه بدی که داره پالیا فعلا و امیدوارم که آینده ها بشه اینو فیکس کنن، در واقع بدیش دوتا. خب یکی این که پر اکانت میتونی یه دونه کاراکتر بسازی، یعنی کاراکتر جدید نمیتونی بسازی. و دومیش اینه که دیگه نمیتونی اسم تو عوض کنی، یعنی این آیدیه دیگه عوض نمیشه. و برای همین اسمی که میذارین حواستون باشه این چیزی باشه که نخواین بعدن عوضش کنین. این از این. و این اسم پایینی در واقع نیکنیمیه که اهالی دهکده تو رو به اون صدا میزنن، یعنی تو کوستا و اینا تو رو همون جیان یعنی صدا میکنن. حالا اسمی که گذاشتیم. اوکی کانتینیو. Play Palia as Giandora. Yes, I want to. بریم. Let's go. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. واه قشنگ وایب اولین باری که پالیا بازی کردم میده. خیلی حس خوبیه. تو لودینگ هم معمولا یه سری تیپ و این چیزا این پایین مینویسه که اگه کلیک کنین هی حالا نرسیدم کلیک کنم هی عوضش میکنه. اوکی اولین سینماتیک پالیا. داریم وارد یه روستای خیلی عجیب میشیم. اولش یکم قبول دارم عجیبه. یه صداهای عجیبی میاد. من میدونم اینا کیه ولی شما نمیدونی. ولی خب کم کم شما هم باشون آشنا میشید. واه یه نور بنفش رنگ داره میاد. یعنی این چیه؟ واه اون نور بنفش رنگ ما بودیم. واه خیلی باحاله. های واه اوه مای دراگون. بچه یه نکته هم، یعنی اولین باری که من اومدم تو گیم دقیقا مثل قیافه خود این آدم بودم. چرا؟ چون اسمش جیناه. اولین که حالا خیلیتون احتمالا نمیدونید، من خب یه خواهر دارم که نیکنیمش جیناه و وقتی اومدم تو بازی اینجوری بودم که جینا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد حتی خوش آمده بود یکم بازی کنه تعجب کرده بود که این دیگه چرا اسمش جیناه و خیلی عجیب بود. اوکی بگذاریم. بازی اینجوریه که استوری لاینش در واقع با کوست زدن شروع میشه و شما با توجه به جوابایی که به ویلیجرها میدین در واقع یه جورایی اون عنصر خودتون رو مشخص میکنید. مثلا شما حالا عنصرتون چجوری مشخص میشه تو بازی؟ اینکه شما هر نوع جوابی رو که بدین تقریبا اون شبیه تایپ شماست. بچه‌ها من وقتی وارد بازی میشیم من یه کاراکتر دارم که خب مثل تمام گیم‌ها میتونم عقب جلو کنم، چه می‌دونم چپ و راست برم، با موسم میتونم انگل رو عوض کنم و خب این از این. حالا یه سری هاتکی‌ها داره که چه می‌دونم مثل C یا مثل M که مپ رو باز میکنه. اینا رو کم کم خودتون بیاین تو گیم، کامل گیم بهتون آموزش میده و خب حالا نیازی نیست که من الان همه اینا رو بگم. و اینجوریه که شما وقتی وارد بازی میشین قسمت سمت راستتون کوستا رو نشون میده که مهمترین چیزی که شما باید بهش دقت کنین در واقع همینه. یعنی شما اگه کوستا رو انجام بدین کل این بازی رو یاد میگیرین. و خب let's go. میگه که اولین کوستمون میگه find Ashura in Kilima. داره میگه مثلا تو مپ رو باز میکنی و میگی که باید بری آشورا رو پیدا کنی که همینطور میبینین این قسمت آشورا رو بهمون نشون داده. شما با کلیک وسط موس میتونین یه تارگت رو مارک کنین یا حتی مپ رو مارک کنین. خب من الان کلیک وسط زدم و همون غلطک موس رو یه کلیک کردم رو تارگت و مارکش کردم. اگه از مپ بیایم بیرون میبینی که تارگت رو اون بالا بهتون نشون داده، یعنی ما میدویم میریم سمت تارگت. خب شیفت هم که بزنی همون اوتوران میشه و اینجا بهتون بازی یاد میده که press while moving forward جامپ میزنه، یعنی میگه اگه همجوری که داری میری بپری اسپیس بزنی میپری. و میگه که
اگه داری میدوی را میری یا هر چیزی، اگه یه جامپ بزنی میتونی که از صخره‌ها و مثلا هر چیزی که هست بری بالا. البته مثلا یه سری جاها نمیشه، مثلا این دیواری که اینجاست شما هر چند جامپ بزنی نمیره بالا. یه سری جای خاص تو بازی هست که مثل همین شاخ و برگا که خود بازی یه جورایی درست کرده که میتونی از این طریق برید بالا. پس اینم یه نکته بود که گفتم همون اول بهتون بگم، میتونه خیلی کمکتون کنه. یی! Welcome to Palia. خوش اومدین بچه ها. یی! اوکی. Find the Shura. اینجا میریم دقیقا همون تارگتی که اون بالا زده. خب و اینم سومین NPC دهکده که اسمش آشورا و باش آشنا میشیم. اوکی. یه سینماتیک دیگه. اوه. اوه خیلی واقعا کراشه. هی. خب بچه ها این قسمت دقیقا اینجا شما اینجا پلات شماست و شما قراره که تو این منطقه اولین خونه خودتون رو بسازین و هر پلیرم یه دونه پلات مخصوص به خودش داره، یعنی هیچ کسی دیگه نمیتونه فعلا بیاد توش تا اینکه شما کوستای اولیه رو بزنین و حالا بعدا دیگه در انتخاب خودتون میتونین دوستاتون رو دعوت کنین. خب با هوداری صحبت میکنیم. بچه ها تو این مرحله دیگه کم کم بازی به ما آموزش میده که چطوری از یه سری وسیله و مثلا همین عکسی که الان قراره بهمون بده، میبینی یه دونه میک شیفت پیک بهمون داده و هم کلنگ خودمونه و شما یاد میگیرین که چطوری از وسیله های مختلف استفاده کنید. یه نکته خیلی مهم که میتونم همون اول بهتون یاد بدم اینه که شما وقتی که آر رو نگه میداری، اگه دقت کنی این پایین تصویر یه دونه حروف آر نوشته که اگه شما روش نگه دارید میتونید انتخاب کنید، یعنی بعد حتما نگه دارید و ماوستون رو ببرید اون ابزاری که میخوان استفاده کنید و بعد ولش کنید. اینجا هم کوستش گفته که اینا رو یکم ریموف کن که بتونی خونه تو بسازی و خب بر شروع بازی دقیقا شما بعد این قسمت رو کلیر کنین و کم کم آماده شین که اولین خونه خودتون رو بسازین. و نکته آخر اینه که شما دقیقا 7 تا ابزار دارین که کم کم بازی اینا رو بهتون میده. فعلا فقط عکس و میکشیفت عکس و میکشیفت پیک بهتون داده و کم کم بقیه ابزارا هم بهتون میده و یاد میده بهتون که چجوری بعداً با این ابزارا بتونین فعالیت مختلف بازی رو انجام بدین. میرسیم سراغ بخش بعدی که یه جورایی آشنایی با اهالی دهکده است که الان ما تا اینجای کار با جینا آشنا شدیم. یه نفر دیگه هم اگه یادتون باشه بغلش واسطاده بود که اون هکلاه و نفر بعدی که باهاش آشنا شدیم آشوراه و ایشونی هم که میبینین خیلی کراشه هوداریه. و شما وقتی تو این تب بیان، یعنی حالا ام بزنی هر چیزی بیاین تو این تب، اهالی دهکده رو بهتون نشون میده. شما با آشورا آشنا شدین، هوداری و جینا تا اینجا. و نکته مهم اینه که شما میتونید با این اهالی یه جورایی با گیفت دادن بهشون که مثلا یه سری آیتمایی تو بازیه مثل ماهی، مثل چه میدونم چوب، سنگ یا هر چیز دیگه میتونید بهشون گیفت بدین و فرندشیپتون رو لول اپ کنین که هم بهتون ریوارد میده و هم یه سری کوستای جدید براتون آنلاک میکنه. این از این. با یه سری NPC ها هم شما میتونید رومنس لول اپ کنین که به نظر من خیلی کیوته. مثلا یکی خیلی خوشت میاد، مثلا چه میدونم این ویلیجر یا این ویلیجر، میتونی بهشون یه شکلات بدین و رومنس لولتون هم لول اپ کنین. این هم از آشنایی با NPC های بازی که خود من الان نمیتونم همه رو بهتون توضیح بدم چون که خب بازی این اجازه رو نمیده، ولی آینده ها که خواستم راجع به پالیا بیشتر توضیح بدم رو اکانت تسلیم، خب همه اینا رو بهتون توضیح میدم و یه جورایی میتونم بیشتر NPC ها رو براتون معرفی کنم. ولی خب کلا چیز سختی نیست، یعنی برین تو بازی کم کم همه NPC ها رو باشون آشنا میشین و خودشون معرفی میکنن که چه کارایی تو این روستا انجام میدن. اوکی بچه ها، من اکانت چه شدم اومدم رو کاراکتر اصلی و اگه دوست داشتین میتونین این کاراکتر منو اد کنین و خب با هم دیگه بازی کنیم. نیکنیمم یا همون آیدی بازیم کیم جیانه. خب بچه ها رسیدیم به بخش بعدی، یعنی خونه سازی و همون بیلدینگ این بازی.
اگه بخوام کامل بهتون توضیح بدم، ببینید بعد اینکه شما پلاتتون رو کلا این سنگ و چوب و اینا رو ازش ریموو کردین، کلا یه همچین زمینی در اختیارتون قرار میگیره که اگه اچ بزنین از بالا میتونین زمین رو نگاه کنین و خب یه سری از این بخشای این لندی که توشین برای شما قفله که بعدا بعد با ریناون برین تو در واقع ساختمون شهرداری و آنلاکش کنین. ولی خب کلیت بیلدینگ این شکلیه که شما وقتی اچ میزنی همچین آپشنی بر شما میاره که مثلا اگه رو این کلیک کنی میتونی خونه تو هر جای این مپت بگاری، که مثلا من میذارم همینجا و اچ میزنم که برگردم. خب همونطور که میبینین یه خونه ساختم و حالا این تیکای خونه شما میتونین بعدا از ساختمون شهرداری کلیما برین و کلی تیکای دیگه هم بخرین و بهش اد کنین. مثلا من میتونم یه دونه لارج روم بذارم این پشت، یه دونه اسمال روم بذارم اینجا و میتونم یه دونه هالوی مثلا بذارم اینجا، یه پنجره بذارم این جلو، یه دونه اینا مثلا وصل کنم به این و کلی کار دیگه. یعنی قشنگ دست خودتونه که چجوری بیلدینگ کنین و این هر جوری میتونه باشه. بچه اگه من چون این خونه اصلیم خب نیست، خب این یه دونه در واقع یکی از خونه های منه و اگه دوست داشتین حتما تو کامنت ها بهم بگین که یه هاوس تور بذارم از خونه اصلیم تو پالیا اگه دوست داشتین. و آره مثلا میتونه ویدیو بعدی هاوس تور من باشه که شما ببینین مثلا بعد این 7-8 ماه که پالیا بازی کردم خونم چه شکلی شد. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، اینا کامپلیت نیستن. خب یعنی مثلا این یه تیکه خونه بعد یه تابلو دم، یعنی جلوش یه تابلو داره که شما باید بریم متریال این ساختمون رو در واقع پر کنی با همون چوب و سنگایی که نیازه و یه حدودا مثلا 10 دقیقه اینا طول میکشه که این خونه بیلد بشه. خب و همینطور همینطور که میبینی من کلی مثلا وسیله و نام دارم که اینا رو هم حتی میشه توی خونه چید و دکور این بازی واقعا خیلی خوشگل. بریم با هم دیگه یه چند تا خونه رندوم از پلیرهای مختلف ببینیم. مثلا میتونیم بریم تو قسمت هوم تور و اینجا یه پلیر خیلی رندوم بریم نگاه کنیم. مثلا تو ترندینگ میتونیم این دومی رو بریم ببینیم. Let's go. خواهم بهتون نشون بدم مثلا خونه پلیر چجوری میتونه باشه. شما هم خودتون حتی میتونید به این سر بزنید. خب مثلا ما الان اومدیم خونه یه پلیر رو همینجوری رندوم نگاه کنیم و بهش یه امتیاز مثبت بدیم. همونطور که میبینیم مثلا یه ورودی خوشگل درست کرده، سمت راستش میره یه خونه خیلی مثلا انگار یه حالت گل خونه طوری داره و سمت چپش هم یه خونه دیگه داره و این قسمت مثلا ورک اریاشه و یه خونه خیلی ساده بشم یه امتیازه That's amazing بدیم و بریم بیرون. و اما آخرین نکته‌ای که واسه یادگیری این بازی شما نیاز دارین اینه که وقتی سی میزنی و تب کریکتریت میاد اینجوریه که شما 8 تا فعالیت توی بازی دارین که شما با انجام دادن اونا میتونین لول اپ بشین و هم مجموع این لولات میشه لول اصلی خودتون. و همطور که میبینین یه دونه فیشینگ داریم که کسی که تو این روستا بهمون فیشینگ یاد میده NPC ایناره و یه دونه کوکینگ داریم که رس بهمون یاد میده، یه دونه گاردنینگ داریم یا همون کشاورزی که بدرو بهمون یاد میده، هوداری بهمون ماینینگ یاد میده و هانتینگ حسین و همینطور باگ کچینگ همون حشره و این چیزا پیدا کنی آنی و آشورا بهمون فریجینگ یاد میده یا همون مثلا چوب و این چیزا زدن و یه دونه هم فرنیچر میکینگ که همون وسیله خونه ساختنه که تیش بهمون یاد میده. اینم اسکیلا و فعالیت بازیه که قشنگ خود بازی مثل یه استوری لاین کامل بهتون همه اینا رو یاد میده که بریم پیش چه NPC چه ابزارهایی رو بگیرین، چه جوری حالا ابزاراتون رو آپگرید کنین و همه این چیزا. و کلا بازیش خیلی چیل و ریلکسه و اصلا نمیخواد مثلا، یعنی خود بازی جوری ساخته شده که بهتون فشار نیاد و اصلا استرسی نشین، اذیت نشین و کلا خیلی بازی چیل و ریلکسیه و مطمئنم اگه از این سبک بازی رو دوست دارین خیلی خوشتون میاد. و مهمترین نکته اینه که بازیش فریه و اصلا توی استیم میتونین راحت دانلودش کنین و بازی کنین. از همین امروز میتونین شروع کنین و این گیم رو پلی بدین. و
اگه هم دوست داشتین که با هم دیگه بازی کنیم، من لینک دیسکورد رو براتون تو کامنت ها پین میکنم، حتما جوین شین. و اینکه اگه یه سوالی داشتین یا مثلا یه قسمت از بازی نمیدونستین چیکار کنین، بیاین تو دیسکورد حتما ازم بپرسین. اینم از خلاصه آموزش پالیا. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و بتونه کمکتون کنه. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.